بهتی آب میدی اینا خوش شده. پسرم به اینا آب میدی فردا بیا ببینی و میبینی اینجور زنده شده دوباره. کبرا زانا توپنگزی ببین چی گرفتم برات. جین این همه چیپس و پفک و واسه چی خریدی؟ چجوری بخوریم آخی؟ تازه مشمع کوچیکش بود پسرم. کبرا جون یه دونه چپس خریدم کمه یا برم بازم بگیرم؟ بسی دیگه چه خبره آخی؟ وای چپس بخور پسرم. چجوری باز میشه این چپس؟ از بالای چپس باز کن با هم بخوریم ها. اینم خوشمزه است نه؟ چپس میخوام منم. خیلی خوشمزه است ها. من چیپس میخوام. واقعا؟ یا من پسرم عزیزم چارچشی داره تلویزیون نگاه میکنی چشات ضعیف میشه یه ذره چیپس بخور تو هم یه چیزی بگو دیگه به این بدسل. بخور ان آقا. بخور پسرم بخور. مامان جان آفرین بخور. نوش جونت. بس دیگه. بس باشه واسه هفته بعدت واسه این هفته یه دونه چیپس بسه. انقدر خخ خوردی اینجوری شده بدنت اینجوری مونده. قربونت بره مامانیا جیگر مامان بخوریا تو رو خدا بخوریا. دست نزنید یه دقیقه استوریمو بگیرم. بس دیگه بخوریا. نه دیگه نمیخوام گرفتم استوریمو. چی میگی؟ بخور یه ذره پوست و استخون شدی. آیه بدنم خراب میشه. یه ذره از اون عمه گارون پات یاد بگیر خب یه ذره بخور دیگه پوست و استخون. عمه گارم پات یاد بگیر. چی یاد بگیر؟ خونه بابات یادت نمیاد اینجوری بودی؟ نون خوشتولاتو نمیریختن بخوری این سج واق میکرده اومد اینجا یه ذره برو رو گرفته. داد مام دعوا نکنید. اینجوری بودی؟ سج واق میکرد بخوری این سج واق میکرده اومد اینجا یه ذره برو رو گرفته. کبرا جان دیدی آخرش خواهر بزرگتو نگرفتن ولی من تو رو گرفتم. بابا یه گاوی پیدا شد اونو گرفت ما رو دعوت نکردن. بابا پول بدی برم گاگا بخرم. به چه پیولو 6 ماه پیش مگه پول نداده بودم 6 ماه پیش بود تموم شده. بده دیگه بدیم بری خرید کنه. کم بده. بیا اوه این چیه؟ این برای 10-90 است. 40 سال مونده هم. بیا کمه که. خدا بارو برنز نداریم رب نداریم. زیر گوشو داغ کرده ما. گری زیر گوشو داغ کرده ما. میگم کبرا خدا پدر مادر تو بیامرزه جهیزیه نیاوردی کرسی آوردی به دردمون حداقل خورد. آره واقعا به درد خورد ولی خیلی خوبه با توالت اشتباهش نگیری 1000 تا زور تینزیر بگوزی. الان میخواد مهمون بیاد تو رو خدا یه دقیقه نگوز دیجی. من تا حالا از این کارا کردم؟ اصلا حالا از این کارا نکرده بودی تا همین 2 دقیقه پیش خفه شدم بابا. تو اون زیر چیکار میکنی؟ خوابیده بودم. 50 تومن پول بده برم توپ چه بگیرم. من خودم پول تو جیبم از ننت به میگیرم. کسی نمیگم گزیدی. بذار من بهت بدمه شوهر کردم خیلی سرم بیا اینو بگی برو فقط گم شو. به همه میگم گزیدی. گم شو میگوزم. بیا تا ماما بابا که به من پول نمیده حداقل تو یه پولی بده بریم با دوستام کتابخونه قشنگ اشغال کنیم دیگه. کتابخونه اشغال بگی ببینم دارم یا ندارم آخه دد و نان اون به تو نمیده من باید باش بذار بیا برو فقط برو یه پوست بده بیا جان این پدستچ کجا رفت؟ خودم پدستک امیرعلی کوی رد شد رفت با دوستاش توپ بازی کنه بابا رفت چیزی نیست تو هم برو. آره قربونت برم دور زمونه بعدی شد ایفو امیرعلی پسرم جان مامی قربونش برم سلام. الی دورت بگردم باشه الان به دادی میگم یه 50 تومن واسه امیرعلی بزن با فابش رفته شمالیا عشق و حالیا. نه پسرم 50 تومن. نه عزیزم 50 میلیون. اوها 50 میلیون تومن. من 50 میلیون داشتم 50 میذاشتم روش تو رو طلاق میدادم با فابم میرفتم شمال. عشقم امشب پنجشنبه بودی یا ناموسن پنجشنبه بودی یا؟ آقام زانی شماره کارتشو رد کنی میشه 49 بزنم؟ بزن 49 500 بزن الان اس ام اس میکنی.
قربانت برم. خداحافظ. خداحافظ. از سرمون درد گرفت. بیا پایین. زنگ میزنم. ای بابا. خداحافظ. خونه نیستم، برو. سکه بده بکنیم توش. سکه؟ من باید سکه بیارم؟ سکه نیاوردی؟ اینو بدون اجازه جیب اون آقای برداشت. آفرین. اما جیرو میخوایم بچینیم. کبرا تو رو خدا بیا برگردیم. این لکا کارات یعنی کار دست من میده. منو خراب میکنی پیش همسایه. بریم پیش یه همسایه دیگه. با برو عباس آقا قبول میکنه. این بابا حرفا نداره. عباس آقا خیلی آدم نچسبیه. این نمیده. بابا حق باباست. بچه‌شم به من نمیده. چی؟ توپشو بازی کردنی نمیده من بازی کنم. من با خواهرم باید صحبت کنم. اون میخواد بزاد من برای احوالش باخبر بشم. خواهرت 4 ماه پیش زایده بود دیگه. ماکروفره دیگه زورت وقت پیدا میکنه میزاد. بله بفرمایید. عباس آقا سلام، خسته سلام، نباشید. بفرمایید. خواهر عائله مثل اینکه زایده بودن. می‌خواستیم یه تماس بگیریم ایلات کنیم. من 6 ماه پیش نیومده تماس گرفت شما. دیدی گفتم آدم لاشیه. جان؟ اتفاقا داشتیم زشت خیرتون رو می‌کردیم قبل از این چی در باز کنیم. گفتیم فوق‌العاده آدم جالبی هستن. یه تماس اجی لطف دونه کنید. بزنیم دستتون دیگه. درد نکنه. خیلی ممنون. گفتم بفرمایید بله. تو. بچه‌تون هست؟ چیه؟ خیلی خوش اومدید. چیه؟ تکنولوژیه. خب بالاخره چیه؟ این هندل آیه حسن قهوه‌چیه. کجا پیدا کردی؟ موبایل دیجی عزیز من ندیدین؟ هر خونه ای نیست البته. یه اسخای میکنم. خانم چای آورد دیگه. دست بفرمایین بتخن ان شاءالله دیگه بعدش برین خونه هاتون. اما بچه‌تون رو آوردید من باش بازی کنم؟ ببند دهنتو پسرم. الو دست خر کوتاه. انا آقا دیگه دست بزنه شالوار در میارم ها. من تایمر گذاشتم همین الان باید یه لایو بذارم. تو رو خدا یه دقیقه ساکتی باشی یا. ها دوستای گلم هپی مپیای من چطوری یا خوبی یا ردیفی یا. اگه ویدیو لایو بالای 1000 تا برسه شلوار آقامونو براتون در میاری یا. دوستان عزیز، من جلسه میانگیری BTC داشتم. متوجه منظورتون نشدم ولی من اکسپت میکنم. ددی بسته اینترنتیم تموم شد. امیرعلی پسرم این هشتگ حلقه رو از بیو من ور میداری بابایی. آره بیب درست حد زدی. I'm single. کبرا های کپنگزه. زان چی شده بیا اشبازیه. سلام. نه برای یلدای پسرم اینو بگی. این پدر سالار میندازیم داخل حوض کیف میکنیم. بندازیم تو حوض یخ میزنه که. بابا برای این فیلم برو دیگه. لب کارون که اون بارون میشه وقتی که میشینن دلدارون الله تو قایق‌ها. مامان پس چرا بابا نمیاد؟ قربونت برم یه 2 دقیقه دندون بهت زیگر بگیر. الان سر و کلش پیدا میشه شب یلدامون میشه ایشالله. سلام همسری، خوش اومدی شب یلدات مبارک. سلام بابا. سلام پسرم، اینو مخصوص برای تو گرفتم. یه بار بخوریم. ببین با طلای جرمی 1100 تومن چی کرده آقامون برامون. این بر منه. اینو بگی بکن تو یخچال یه دقیقه. آقا مهدی با این شد 34 تا. خدایا شکرت خدایا. نگاه کنید ببین کدوم رسیده. ماشاءالله دختره بکنم. پسرم هندوانه رو بده من. پا میشی یه دونه میرقصی برای بابایی، بعد میری از تو حیات میوه رو میاری. پاشو. چیزلرم منم گاشم چیزلرم.
مامان تو چی کار داره میکنی؟ قربونت برم بشینی این آدم یه دقیقه دیگه. اوه کبرا چی؟ میدونی هزینه شب یلدای امسالمون چقدر شده؟ چقدر شده؟ انقدری بالا شده که میتونستم اون سال به جای کبرا یلدا بگیرم. یلدا چیه؟ یلدا چیه؟ یلدا چیه؟ الان گفتی یلدا چیه؟ من اصلا صحبت نشه، من صحبت بلد نیستم. پسرم یه لحظه بیا جمعش کن. مامان این شب یلدا دیگه خراب نکن. مادر من چی بگم؟ باشه من بگم بیاین طبق سنت های قدیمی 2 تا دونه شعر بخونیم، یه فالی یه کاری بخونیم دیگه. عشقم فال اومد نعیمت داره، منم فردا میخوام برم مأموریت، خواهشاً سختش نکن. از این جمله سنجینا میگیم آخرش هم سیاسفید میکنیم. آفرین پسرم گوشاتو بگیر. بگی مامان جان. دوربین من کدوم آقا؟ اینجاست. یک سالی بود که منتظر بودم یلدا سر برسه تا هندوانه بخورم و بشاشم به این رفاقت ها. نظرتونه منم یه دونه بگم به عنوان مادر خانواده؟ بفرمایید. دوربین من کدومه؟ من براش انار شب یلدا بودم ولی اون جور با جور معرفت دور گرانی است و هر کس ندهند. پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهند. پشمام! خب دیگه پسرم بیا پایین بریم دهه 90. شب یلدا گرانی همینو میخوایم ما. سلام پسرم. اینا چیه باز رفتی گرفتی؟ اینا با همه چیزایی که میگیرم خیلی فرق داره. چه فرقی داره؟ کاپشن زرداب گرفتم فقط 199. وی درس چاپی گرفتم فقط 109. تازه اینا که چیزی نیست 3 تا سری گرفتم فقط 100. مجله باشه چه 3 تا 100؟ اینا که چیزی نیست امسالش هم رایگانه. اینا را کجا گرفتی؟ بوتیک تیپنا. چی؟ بوتیک تیپنا. کجا؟ بوتیک تیپنا. بس دیگه زیاد ارزدی، اینو ببر نوش کن بیا عین ماشین. بچه همینو چه؟ میخوای ما. همینو میخوای. پسرم خانواده پدر اشتباه اومدن اینا رو بیاری. الان دایینا دارم میام. ببر تخمه بسته. آقای محترم صدا کلا تو خونه ما چه وضعشه؟ این داخل حریم خصوصی ما چیکار می‌کنی؟ حریم خصوصی چی آقا؟ الان شب یلدا یا دیسکو اینجا. خواهش میکنم رعایت کنید، یکم مراعات کنید، در بازه شما چون نفس توی اونجایش سر بازه آخه. بگو دیگه. حالا چه اومده؟ آی فیلم بردار، آی صدا بردار، شما هم تشریف بیارید. قصه نداریم. پسر گفتیم چون خانواده ما میاریم، الان خانواده ایشون. هرام تو هم بیا. به تخمه بخور یکم. تخمه بخورید. شما هم یه تخمه بخور. بفرمایید. پذیرایی کنه. تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرین. یه لحظه وایسی. ما چند سال غیر از این آهنگ چیز دیگه چرا تو یلدا نمیخونیم؟ یه دونه داریم. چی داریم؟ قصونه یه دونه. نه اینم همونه هیچی بلش کن. گله گله تو مانه. منم نای گلم نای سکینه دای گزه نای نای